سلام بچه‌ها، خوش اومدین به ویدیو جدید دیگه. الکترو امیر هستم. امروز اومدیم با ساخت پارتی باکس خیلی خفن و عالی. ببین بچه‌ها، قطعاتی که نیاز داریم، یه دونه ساب سامسونگ من دارم که سیمش هم وصله و دو تا تیویتر میدرنج سامسونگ که باش خازن وصل کردیم بیس نزنه، دو تا خازن 10 میکروفاراد 25 ولت منم میذاریم اینجا. و بچه ها واسه دور تیوتر ها من میخوام نئون بزنم و یه متر نئون فلکسی. حالا ما کلش نمیخوام استفاده کنیم، شاید نیم متر استفاده کنیم. خب اینم میذاریم اینجا. و اصل داستان پلیر خفنمون بچه این برچسب بشه، پلیر خفن ما که مخصوص همین پارتی باکسه، دو تا 40 وات میده از برق 5 ولت تا 24 ولت و میشه بهش وصل که من 24 وصل میکنم و میریم سراغ باتری خفنمون. حالا شما میپرسین چرا من 12 تا باتری زدم. ببینید باتری 24 وات کلا 6 تا دونه بیشتر نمیخواد، چون که من میخوام دو تا باتری ها سری کردم چون که تایم شارژ دهیش بیشتر بشه و یه باتری خیلی خفنه. باتریاش هم سامسونگ بچه ها. خب و بریم که کارو شروع کنیم دیگه. خب باکس داستانم بیارم ببینیم، بعد بریم سراغ کارو شروع کنیم. A few moments later. خب بچه ها ببینید این داخل باکس هستش. شما باید محفظه سابو از میدرنجاتون جدا کنید. همینطور که میبینید بچه ها من یه فن 24 ولت هم داخلش گذاشتم. والا اون ور باکس رو بهتون نشون بدم. این دوتا هم که میبینید سیم اومده اینا نئون فلکسیه. حالا اون ور باکس رو نشون بدم. این ور باکسه که من نئون فلکسیاشو بریدم، برش زدم، باکس هم درست کردم تا به ویدیو زیاد نشه. دو تا کلید راکر هم نیاز داریم. خب بریم بقیه کار رو شروع کنیم. خب بچه ها اول میدرنجا رو بریم وصلشون کنیم. بچه ها این نئونا 12 ولته. جوری که من میخوام وصل کنم که با 24 کار کنه، وصلش کنم ببینیم داخل ویدیو. خب پیچاشو وصل کنیم. بچه اول سوراخ بزنیم. مثلا من سوراخ زدم، من الان دارم پیچا رو وصل میکنم چون که به اصطلاح چوبتون نترکه یا خم نشه. خب چه دو تا پیچ دیگه هم بزنیم. هیچ. حالا شما شاید واسه دو سوال پیش بیاد من چرا فن وصل کردم. فن وصل کردم که طول عمر ماژول بیشتر بشه، آکسیاش قشنگ خنک بشه، قشنگ بشه استفاده کرد مدت چند ماه که نه، قشنگ یه چیز قوی باشه دیگه. منظورم اینه طول عمرش بیشتر بشه.
پیچ اینو ببندم. خب ببینیم من اینا رو پیچش کردم باندا رو. بعد سیماشونو که آوردیم سوکت خود ماژول مثبت های باندا میخوره به هم، منفیاشون هم میخوره به هم، میخوره به مثبت منفی سوکت ماژول. خب این تا اینجا. حالا بریم ساب رو وصل کنیم، سیم ساب هم رد کنیم، بعد ماژول رو وصل کنیم، باتری رو وصل کنیم، کلیدر رو وصل کنیم. خب بچه ساب رو وصلش کنیم. اینم سیمش رو رد میکنیم. خب از این چای ساب رو یه ذره سفتش کنیم. بعد خب حالا بیچارش رو صفر کردیم. میریم سراغ نصب ماژول. بچه من ماژول رو نمیخوام بیچش کنم، هم چسب بزنم. خب حالا بیچاشو ببندیم سابا. خب بچه بیچش رو ببندیم. خب بچه این هم از بیچش ساب هستیم. حالا باید برش کردیم ان داخل سیکت و بقیه داستانشو بس. خب بچه حالا سیم سابا از این بقل درز داره، از اینجا بردارد کنیم. بچه این تخته رو حتما مد بذارید چون که چیزتون بهش زدنه، توییتراتون خروجی هوا هم مد بذارید. خب بچه من ماژولش هم وصل کردم. خب حالا ما الان باتری بونو وصل کنیم. من باتری 60 طرفه میزنم و باتری میخوام اینجا وصلش کنم. خب بچه من 60 طرفه های ماژول هم زدم، اینجا ماژول باتری رو زدم. حالا الان میکنیم روی کشیشو. خب اینم از این شکل. خب بچه ها من میخوام اینجا بچسبم. محکم فشار بدیم که قشنگ فیکس بشه. خب حالا بریم سراغ سیمکشی اصلی، یعنی اصل داستان سیمکشی. خب سوکت باند اولا وصلش کنم. این از این ساب فیش ماژولم وصلش کنیم. خب این از سوکت ماژول. بچه ها قشنگ مستنفی رو ماژول نگاه کنین ها، وگرنه میزنین میسوزه دیگه. زحماتتون خراب میشه. خب بچه ها من سر این باتری هم ترمینال زده بودم. خب این از سوکت ماژول. بچه ها حالا میریم سراغ نئونا. این از سیمای نئونا، این دوتا سیم نئونه. چون که این 24 ولته بعد اینطوری وصل کنیم. آبی منفی، قرمز هم مثبت. اینم آبیش مثبت، توسی منفی. ما باید منفی این که میشه توسی رو بذاریم به قرمز، آبی منفی اینم مثبت، تمام. که راحت میتونیم به برق 24 ولت وصلش کنیم. خب سیمشو لو کنیم. این شکل. حالا اینو به این وصل کردیم، روش هم یه لحیم میریزیم که محکم بشه یه وقتی که در لحیم اینم بزنیم.
خب حالا یه چسب هم دورش بپیچیم. خب یه چسب دورش بزنیم. بچه همه منفی ها رو هم وصل مستقیم بذاریم به باتری. حالا سر مثبتاشون کلید بذاریم دیگه. بچه شاید بپرسین چرا ماژول محافظ شارژ نذاشتی؟ چون که من یه تراسی دارم خودش محافظ شارژ داره و شارژ باتری پر بشه خودش قطع میکنه اتومات. بخاطر همین دیگه نذاشتم. خب بچه یه سیب شارژ باتری هم باید بذاریم. خب من این کلیده رو واسه برق ماژول در نظر میگیرم. خب حالا اینو باید مثبت رو بزنیم این مثبت ماژول رو. خب اینو بس کنیم. نه میریزیم. خب بچه لایک کنین خستگی از سرم بره. دمتون گرم. خب حالا ما میمونه این خروجی کلید که من یه سیمش وصل کردم. حالا این یکی سیمم لختش میکنم چون که به یکی از پایه های کلید وصلش میکنم. من چون سیما رو لخت کردیم سریاشون رو همین سریا که لخت شده رو جمع کنیم. باکس در صدا رفته. خب اون سیم بود اینه. خب اینا هم با هم دیگه وصل میکنیم. لنگ میریزیم جسم میزنیم. حالا این میاد میخوره به چی؟ میاد وصل میشه به مثبت نئونمون. من واسه نئون یه کلید جلو گذاشتم که هر موقع خواستم روشن خاموشش کنم. این خب اینو وصلش کنیم. خب روش حالا یه لعیم هم بریزیم وصل کردیم. از این حالا اینا چی میشه؟ اینا این دو سرشون به هم دیگه وصل میشه چون اینا مثبتای کلید دیگه میره داخل مثبت باتری. این شکل. خب بچه ما این سیم دیگه هم داریم اینا که این هستش. یا واسه شارژ باتری اینو حالا باید وصلش کنیم. این میزنیم به اینجا. شم لعیم میریزیم. خب حالا وصل میشه به ترمینال روی باتری.
خب بچه یه فنم اینجا داریم. خب این فنه رو ما باید به این ماژولمون وصل کنیم، یعنی چراغ به خود ماژول باید وصل کنیم فنا، یعنی به این خروجی. این برق فن این از این. حالا همه باید منفی ها رو با هم وصل کنیم، بذاریم به سر ترمینالمون با مثبت ها. بچه ها هرچی منفی بودیم من وصل کردم، حالا باید وصلش کنیم به باتری رو. اینا منفی هاست، یه میکنه به آبی. حالا همه مثبت ها هم باید به هم دیگه وصل کنیم. مثبت کلیدا و هم وصل میشه به همراه این که میخوره به مثبت باتری. خب بچه من اینو وصل کردم، حالا باید چی میگن روی سیما که چسب بزنیم و چسب یا وانیش بزنیم. خب بچه ما چسبشو زدم، حالا این خروجی ها میمونه که میخوره به در پشت و به خروجی آداپتورش وصل میشه. من در پشتم میبندم، یه دفعه میارم نشون میدم دیگه. عشق کنید. 1 week later. بچه ها کارا شد برازم کنترلش بدم. یس چراغو میزنیم به و برازم. آقا برازم این هاردی باکس. بچه ها ویدیوهای دیگر رو از دست دادید، لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. ویدیوهای دیگر رو از دست دادید. فعلا خدافظ.